روز قیامت شد و صاحب سور اومد به میدون و دمید تو شیپور. مرده ها از تو قبراشون پا شدن، منتظر محشر کبرا شدن. صف کشیدن. وقت حساب کتاب شد. نوبت سینجیم و سوال جواب شد. برزیلی، پانامایی، تونسی، امریکایی، فرانسوی، قبرسی، هر کدوم از یه قوم و ملیتی وایستاده بودن با چه کیفیتی. ایرونی ها هم ته صف وایستادن. از اون عقب هی صف و هل میدادن. یا خدا از اون بالا صدا کرد، ایرونی ها رو از تو صف جدا کرد. سپرد اونا رو دست یه فرشته، گفت اینا رو ببر جاشون بهشته. خارجی ها که صحنه رو میدیدن شاکی شدن، داد و هوار کشیدن. گفتن آقا رفیق بازی نداشتیم، از این قرارا ما با هم نذاشتیم. خدا که دید یه ذره اوضاع پسه، به مرده های معترض گفت بسه. این ایرونی ها که توی صف بودن تموم عمرشون توی کف بودن. یه سر سوزن دل خوش نداشتن، تو دلاشون بذر و امید نکاشتن. هرچی برای تفریح عموم بود برای این بیچارا حروم بود. شادیاشون رو قدغن میکردن، جوونا رو سوار ون میکردن. نه دیسکویی، نه کافه‌ای، نه باری، نه ساحل مختلطی، نه یاری. از چپ و راست فیلترشون میکردن، با پارازیت کاورشون میکردن. با اینکه روی دریای نفت بودن اما توی وضع هشلهف بودن. گرفتار فرار مغزا شدن، نخبه هاشون ول توی دنیا شدن. یه عده تو بی برقی و بیابی گیر میدادن فقط به بی حجابی. اوضاع هر چی که بگی خراب بود، دغدغه اونا ولی حجاب بود. مثل شماها حال خوب نداشتن، تو شهراشون بزن به کوب نداشتن. یه عمر آزگار تو تحریم بودن، با کره شمالی هم تیم بودن. خلاصه این ملت بیاتیه حساب کتابشون قراقاتیه. کلی تو اون دنیا عذاب کشیدن، طعم جهنم و همه چشیدن. وقتش قصه هاشون رو چال کنن، برن بهشت و تا ابد حال کنن.